سلامی پر از مهر و صداقت نثارتان همدیاران، دوستان و استادان عالی قدر. اینجا تصمیم گرفتم شعری را از شاعر نصرت الله بابایف برای شما قرائت کرده باشم. چند است مادر را به تو تلفن نکردم، چند است مادر را به تو تلفن نکردم، بر گوش جان صدای تو مهمان نکردم، بر گوش جان صدای تو مهمان نکردم. ای خاک بر سرم که دمی همراهم بودی، ای خاک بر سرم که دمی همراهم بودی، خاکی رهی تو سرمه‌ای چشمان نکردم. ای دردمندکم منی بی درد را ببخش، با پرسش به درد تو درمان نکردم، با پرسش به درد تو درمان نکردم. بودی همیشه خاطری جمعم ولی دمی دل را به خاطری تو پریشان نکردم، دل را به خاطری تو پریشان نکردم. قربان من بشد همه عمر جوان تو، من ساعت برای تو قربان نکردم، من ساعت برای تو قربان نکردم. یک عمر اگر به خدمتی تو صرف میکنم، یک عمر اگر به خدمتی تو صرف میکنم، دانم که یک عذاب تو جبران نکردم، دانم که یک عذاب تو جبران نکردم. چند است مادر را به تو تلفن نکردم، بر گوش جان صدای تو مهمان نکردم، بر گوش جان صدای تو مهمان نکردم.